Hello, guys. Hello, my dear friends. Hello, my dear brothers and sisters. Welcome to Dunyo Zabon. Salom, دوستان گرامی، علاقمندان زبان‌های خارجی. خوش آمدید به درس نوبتی، درس 20 از سلسله درس‌های انگلیسی در 99 روز. خب درس امروزه رو عنوان نگذاشتیم، نامش رو نگذاشتیم، این رو با شما واگذار کردیم، با شما مونده ایم. شما در کامنتری باشید. حاضر من موضوع را آغاز میکنم و نام موضوع را شما نویسیم. خب رفتیم. My, your, his, her, my, your, his, her, its, or, و their. فهم شد یا تا حال فهم نشده است؟ خب فکر میکنم که نمایان هست، دیار هست. My, your, his, her, its, or their. الکی شاید که بسیاری از شما پی بردن که موضوعی چی است؟ prepositions، معذرت، possessive pronouns. possessive possessive pronouns. خب possessive pronouns در زبان انگلیسی به دو گروه تقسیم می شوند. یعنی هست possessive adjectives، یعنی همون کلمه هایی که عین زمان ما شما نوشتگی هستیم، یعنی my, your, his, her, its, over there. اینها possessive adjectives هستند. possessive adjectives. خب possessive adjective possessive adjectives. خب اینها هستن، یعنی my, your, his. خب باز یک قسم دیگه هست، چگونه که در بالا نامش هست possessive pronouns، همین است. possessive pronouns. possessive pronouns. خب possessive pronoun. اگر این را به زبان تاجیکی مثلا کلمه به کلمه ترجمه کنیم، یعنی صفت‌های ملکی می شود، صفت‌های ملکی و یا صفت‌های صاحبی مثلا میگیم، و possessive pronoun می شود صفت‌های جانشین‌های ملکی، جانشین‌های صاحبی. اما در عموم هر دویش در زبان تاجیکی جانشین‌های صاحبی ترجمه شدیم. جانشین‌های صاحبی
یعنی خواه possessive adjectives باشد، خواه possessive pronoun باشد، هر دیش جانشین های صاحبی ترجمه شدیم. خب اکنون اینها را چکار بکنیم؟ با مثال هاشون میگیریم. خب مثلا میگیم که خب مثال از my بیاریم. خب my, your, his, her, its, their. خب my مثالش my my pen مثلا رشته من my pen is green. خب my pen is green. قلم من یا رشته من سبز است. خب از your میتوانیم مثال بیاریم که your book is new. Your book is new. یعنی کتاب تو نو است. خب از his مثال میاریم که his pencil مثلا his pencil is زرد مثلا قلمی زرد است yellow مثلا his pencil is yellow. خب her eye مثلا her eyes. خب چشمانی وای دختر her eyes is قهوه رنگی یعنی brown. خب اینجا r میآید چون که جمع شد. her eyes are brown. یعنی چشمانی وای قهوه رنگی است. خب its برای حیوان ها یا اشیا استفاده می شود. میتونیم بگیم که its house. خب یعنی خانه وای. مثلا یک سگ در نظر داریم میگیم its house خانه وای سگ is very small. خب برای our خب یعنی our از آن ما می شود. میتونیم مثال بریم که our teacher is tall. آموزگار ما یا معلم ما قد بلند است. و از their خب their classroom مثلا their classroom یعنی سیمخانه وای ها very
خب is very big is very big یعنی سیمخونه وای ها چی هست؟ کلان هست. خب این جمله کمتر درست‌تر شد، میتونیم در اینجا کار بیاریم. مثلا their car is very big. their car یعنی ماشین وای ها خیلی کلان هست. خب برای مثال ها را از غیر مثال ها فرق کنیم، میایم اینها رو رنگ میکنیم. چی گفتیم؟ خب و اکنون میگذاریم با پازیتیو پرونوم. پازیتیو پرونوم یعنی جانشینی های صاحبی می شود اما در شکل دیگر. مثلا خب mine از my mine می شود، از you yours می شود yours، از his خب his می شود خب his و از her hers می شود hers و از its خب یک لحظه دوستان عزیز. خب از its می شود its و از ours می شود ours و از their می شود theirs theirs. خب اکنون فرقیت اینها را دیدن که پازیتیو ادجکتیو my your his her its our their می شود و پازیتیو پرونون mine yours his hers its our theirs اینها هستند. خب از اینها نیز چند مثالی میاریم. اول اینها را کمتر خرد کنیم که برای دیگرش جا بمونه. خب خب چگونه که میبینیم مثلا ما میگیم که my pen is green قلم من چی است؟ سبز است. یعنی هم اسم رو میاریم و هم صفت رو میاریم و در اینجا خصوصیت این پازیتیو ادجکتیو یعنی صفت های ملکی در این است که وقتی که پازیتیو ادجکتیو شد اول my your his her می آید بعدا اسم می آید. یعنی my pen your book his pencil her eyes این اول پازیتیو ادجکتیو می آید بعدا چی می آید؟ اون اسمی دیگر می آید. اما در پازیتیو پرونونز
در possessive pronouns این خیل نیست. در possessive pronouns possessive pronouns در آخر میآید، در آخری جمله میاد. با مثل خب باز میگیریم اینها را. خب با مثل مثلا در اینجا گفتیم که my pen is green. My pen is green. میگیم که this is mine. This is mine. This is mine. This is mine. یعنی از آن من است. این از آن من است. اما اگر نامش رو گرفتیم پس در اینجا چیکار میکنیم؟ اول my میاریم بعدا نام اونس میاریم. یعنی خلاصه کلام که امین possessive pronouns در آخر جمله میاد. یعنی میگیم this is mine. این از آن من است. بچه که اشاره کرده است باشه. یا اینکه مثلا در جای همین this اشاره میکنیم که the خب the pen بوده. The pen is mine. The pen is mine. خب اینجا the pen is mine. The pen is mine. یعنی قلم از آن من است. قلم از آن من است. همون از آن من در آخر جمله می آید. قلم از آن من است. یعنی در آخر جمله می آید. خب اکنون نگاه کنیم در این پاره your book is new بود یعنی کتاب تو نو است. خب در اینجا میگیم که the book is yours. The book is yours. و در اینجا بود his pencil is yellow. The pencil is his. The pencil is his. یعنی his جانشین ملکی his هم در possessive adjectives یک خیل است هم در possessive pronoun یک خیل است. The pencil is his. خب hers خب در اینجا چشم آوردگی هستیم. خب در اینجا میگیم که the dog is hers. The dog is hers. خب در اینجا میشه its house is very small. خانه وی خیلی میده است. خب the house is its. The house is its. خب our teacher بود the teacher is خب ours. The teacher is ours. The teacher is ours. The teacher is ours. خب theirs خب در اینجا car بود the car is theirs. یعنی ماشین از آن اونهاست. فکر میکنم که فرقیاتش کم بیش ملاحظه کردین. نگاه کنیم my pen is green. قلم من سبز است. The pen is mine. این قلم از آن من است. قلم از آن من است. وقتی که mine آمد دیگر بعدش اسم نمیاد. همین را فراموش نکنیم. یعنی my, yours, his, hers, its, ours بعدی
اینها دیگر چی اسم نمیاد، یعنی اینها در آخر جمله میآیند، در آخر جمله. خب یک مثال دیگه میاریم. خب برای دفتر مثلا this is my notebook. This is my notebook یعنی این دفتر من است. اما اگر بگم که دفتر از آن من است، میگم که the notebook is mine. The notebook is mine یعنی دفتر از آن من است. یعنی وقتی mine آوردیم دیگر بعد از mine دیگر کلمه نمیاریم. فهمو شد؟ امیدوارم که فهمو شده. خب این چند جمله شد که در پشتی رسم بودن. The dog is hers, the house is its, the teacher is ours, the car is theirs. خب اینها رو کمتر خورد میکنیم تا که در همه نمایان باشد. شاید که یکم کس نوشته میگیرد اینها رو. خب یک بار دیگه میخونیم my, your, his, her, its, our, their. اینها possessive adjective هستند. possessive adjective یعنی جانشین های ملکی. mine, yours, his, hers, its, ours, theirs اینها جانشین های صاحبی هستند. possessive pronoun نام دارند. خب یک چند کلمه میاریم در اینجا. لطفا اینها رو شما در پریمیر ترجمه کنین و اگر در پریمیر نباشید میتونید که ویدیو رو بعدا تماشا کرده باشید، میتونید اینها رو ترجمه کنین در کامنت نویسین. خب وظیفه خانگی زیاد نمیتیم، فقط بفهمیم که شما یعنی کار کرده استین یا که نکرده استین. خب سگی سگی من. خب سگی من با انگلیسی چی می شود؟ سگی من. خب این کتاب از آنی من است. این کتاب از آنی من است. خب خب قلم تو سبز است. قلم تو سبز است. قلم تو سبز است. الان این سه جمله را چکنین در پریمیر باشه در پریمیر نویسین، در پریمیر نباشین کسانی که بعدا ویدیو رو تماشا میکنین در کامنتاریا در زیر همین نوار نویسید تا که بفهمیم که شما نیز کوشش کرده استین برای آموختن این زبان. در همین جا درسی امروزه به پایان رسید. تا درس های نوبتی خداحافظی میکنیم. See you next class. Goodbye.